این فایل ها و این داده ها اینجا هستن. حالا چرا ما که توی این پوش ران کردیم ولی اینجا داره ران میشه؟ به جهت این پایتونی که ما اینجا داریم اومدیم و این پوشه رو به عنوان یک محیط کار بیاد و وقتی که ران میشه ماتریکس تکست اگزمپل را ران کن. خب ماتریکس تکست اگزمپل میگه چی؟ در متد اری اون یک ماتریس بساز. خب اینجا ماتریس رو ساختیم. حالا گفتیم اینو بیاد دیتا فریم کن، دیتا رو. این هم در مورد این کار تصویر ماست. این هم یه تصویر دیگه و این هم نسخه PDF. خب ببینیم که این کار